از تجربه حیات ما می‌دانیم که اگر ورزشکاری هر روز با جسم خود تمرین کند، یعنی که همیشه با ورزش مشغول باشد، حتما به آن مقصدش میرسد. اما سوالی در اینجا با وجود می آید: چرا ما نماز میخوانیم، روزه میداریم و گاه کارهای خیر میکنیم، اما با آن کمالیات انسانی نمیرسیم؟ یعنی که آن انسانی نمیشویم که از نماز و روزهش لذت ببرد. مولانا بسیار مصرع‌های خوبی دارند در مثنوی معنوی: صد هزاران دام و دان است ای خدا، ما چو مرغانی حریصی بینوا. دم به دم ما بسته دامی نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دم ما را و باز، سوی دام میرویم ای بی نیاز. ما در این انبار گندم میکنیم، گندمی جمع کرده را گم میکنیم. می نیندیشیم که آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار با حفره زده است، ورفنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر ای موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. گرنه موش دوز در انبار ما، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدق هر روزه چرا، جمع می ناید در این انبار ما.